زمانی که تو نمیتونی یک فرد امپرس کنی یا دل زور از راه دیگه به دست بیاری، مثلا یک جوان است که پول نداره، یک جوان است که شخصیت نداره، یک جوان است که علمیت نداره و میخواد یک دختر به دست بیاره، یگانه راهی که داره حمله عاطفی است، یگانه راهی که داره حمله ظاهری است. مثلا اکثریت دخترها بچه‌هایی را که شخصیت داره، بچه‌هایی که لایق هستند، بچه‌هایی که عاید داره را دوست نداره. چرا؟ چون این بچه‌ها وقت نداره که حمله عاطفی بالای دختر داشته باشه. اگر دختر را دوست داره میره خانه‌اش، اگر دوست نداره مسیج کدش کده نمیتونه یا امرش گپ زده نمیتونه. دلیل اساسی بمباردمان عاطفی زمان است که تو نتونی یک چیز به زور خودت، به زور استعدادت و به زور پولت به دست بیاری. پس استفاده میکنی از فرد به عنوان عاطفه و ایره میشه دوست از دوست استفاده کنه. من یک مثال میتونم. یک دوست میایه و هر زمانی که میایه و امروی خودت میشینه ساعت خودت تیر است. آدم است که برای جوک میگه، آدم است که تو رو تشویق میکنه، آدم است که وقتی تو با او میباشی زندگیت راحت است. اما هر زمانی که منطقی فکر کنی او آدم که میایه ساعت تو خود تیر است ولی هیچ وقت برات کمک واقعی نکرده. آمده نانت خورده، آمده پولت گرفته، آمده حیثیتت از بین برده، آمده ازت سوء استفاده کرده و پس رفته. و یک چیز دکتر صاحب، امی نقطه بسیار اساسی را خودت اشاره کردی. اول خود چطور از امی اشخاص شناخت پیدا کنه، دوستایی که مثلا کدش صاحب دوچار هستن. دومی که یک تعداد کسایی که موتر داره دوست زیادتر هم داره، باز روزی که موتر نداره اگر کس تماسش جواب نمیده. حال ببینین با هر کسی که دوستی دارین امی زندگیتان به سه بخش تبدیل کنین. یکی بخش دفتری و کاریتان است، یکی بخش اجتماعی و شخصیتان است که دوستیتان است، دقیق، و دیگه بخش خانوادگیتان است. اینال در سی بخش شما ببینین که اگر به کس خیرتان میرسه آیا در بدلش خیرش به تو میرسه یا خیر. این خیلی مهم است، یعنی دو طرفه. دقیقا. مثلا من با مادرم اخلاق خوب دارم، روی خوب دارم، آیا مادرم با من روی خوب داره؟ اگر فرض کنیم من پسر باشم که با مادرم خیلی روی خوب دارم ولی مادرم همیشه گپای منفی با من میگه و همیشه اون موتیویشنی که من دارم از بین میبرم. مثلا من میام میگم مادر عزیزم چطور هستی، دوستایش ماچ میکنم، بعد میگم اینه ما کتاب ما چاپ کردیم، اینی کتاب ما و مادرم میگیره اوس مندازه کتابت چی کنم، پیسه داره، برو کار بکن، برو کار بکن. اینال این مادر است که مرا بمباردمان عاطفی منفی میکنه. و در افغان متاسفانه کسی که میگه که نان میته و فرمان میته، نان که داشتن باز اون بچه را یک ذره دوست هم زیادتر دارن در خانه. دقیقا. اینال با این مادر چی کنیم؟ شما وقت داخل رابطه خانوادگی استین در این برد نیست. اگر تو از مادرت برنده شوی بازنده استی، اگر مادرت از تو برنده شوی بازنده است. خیلی چی کنیم؟ با ای تو مادر معمولا با بمباردمان عاطفی خانوادگی شما از راه به نام ایگنور منیجمنت و یک چیز دیگه هم دکتر صاحب از خانواده‌های افغان که یعنی هر چقدر مادر یا پدر مقصران باشه باز هم مردم میگه که پدر و مادر خدا یک چیز گفته. دقیق. از همون خاطر گفتم در جنگ خانوادگی برد نیست، بنان شما از ایگنورنس منیجمنت استفاده میکنین. ایگنورنس منیجمنت چی است؟ تمام گپای منفی که در خانواده برای خودت گفته میشه را نادیده میگیرین. مثلا فرض میکنم من ناوقت میرم به این خاطر که اینجا با تو ثبت دارم و مادر میره درک کرده نمیتونه که من ثبت دارم و ثبت مهم است. بعد روی من کار است که چرا ناوقت آمدی و برم دو میزنه و من طرف مادرم سعی میکنم حس میکنم گلزمان آهنگ میخوانه در ذهن خود، یک تصویر فیک دیگه میسازم تا گپای منفی زو روی من تاثیر نکنه. یا مثلا من میشینم در خانه، مادرم که پدرم کاملا خوش هستیم در خانه، در وقت نان از گپ میزنیم، مادرم میگه والا یک آدم آمد لبایش خشک بود، خیرات خور بیچاره، دلم سرش سوخت. اینم به من انرژی منفی میده و مرا میترسانه که شرایط چقدر خراب است و اگر مرا از وظیفه بکشن چی میشه. این گپای منفی است. من دفعتا مادرم میگم که یا گپای منفی نمیزنین یا من میخیزم امرایتان نان نمیخورم.